این ناممکن است. ناممکن است. خدا خواهد خواهرمون بیاز به خود آید، باز یک عائله میشویم. میدونی چی میگویم؟ بیاز رو گرفته همه یک جای به دیها میرویم. با کجا؟ با کارز؟ نه باشه، چه خیل کارز؟ با ژاپن میرویم. آخر ما ژاپنی هستیم. البته با کارز میرویم، دیگر با کجا هم میرفتیم. توبه اکا. اکای فرهاد، با حولی بیاید، صبحانه تیار است. خدایا توبه، چی گپ باشد اه؟ خدا، خدایا توبه. ایاز بیاز رو نیز جغ زنیم. اهمیت نده اکا، کمی دم گیرد به خدایت. لازم نیست، من نمی نوشم. من هم نمی نوشم جانم. تو آیسته آیسته تیار شو. کاری بسیار داریم. حالا به دکان رفته پول اجاره رو میسپاریم. باید دیر نکنیم. خوب شده است. چی شد اکا؟ چرا با او دغلانه رفتار میکنی؟ این چگونه نگاه است فرهاد؟ هیچ. احوال اینها چی می شود گل؟ ایاز روزی می فهمد که او دختری قاتل است. باز قاتلی پدرمون. آید این صحبت کرده بودیم. آخر دختر ذره گناه یا عیب ندارد. فهمو اما چه خیل دغلانه گپ‌های دروغ نباف. اکا حتی برویش هم نگاه نکردی. او چای دم کرده است، شیرینی پخته است. تو باشی دغلانه نمی نوشم میگویی. طبق رو هم گرفته به زمین نپرتو. واهمه نکن ایاز. من هیچ گپ نیست گفته باشم، هیچ گپ نیست. اکنون شما رفته از پس کارتون شوید. خوب اکا، خوب. بگذار گفته ای تو شود. خیر میلش. این رو با تو چی خیل میگویم فرهاد؟ تو با این آدم چی کار کردی یلدیز؟ خدایا با من یاری ده. بدترین توفایی که گرفتی، بدترین روزی که دیدی، بگذار امروز باشد خواهرم. امروز باشد.
خدایا من چی کار میکنم؟ چی کار میکنم؟ بیا گل بیا. این لختک رو ببین. گویا جناب ایاز تعمیر یعنی دختر باشد. چنان تنبیهش دادم که سیمایش تور شد. کاش که میدیدی. از برای خدا این رو ببین گل. این به خواهرم بیاز میزیبد. فرهاد بیاز در درون است گل. حالا من به نزدش رفتنی بودم. بسیار پریشان شده است. دردش رو به ما گفته نمیتواند. گوش کن پیش از من تو رفته کمی با او صحبت کن. شاید به تو دردش را نقل میکرده باشد. میشود. گل با تو چی شد؟ فرهاد باید اینها رو ببینی. فرهاد بیاز خواهری تو نبوده است. پس شما به جناب کلیج بگویید. نه از فکرم برگشتم. حاضر می آیم. مرا ببخشید. التماس مرا ببخشید. میدونم مرا نمی بخشید ولی مجبور بودم. چاره دیگر نداشتم آخی. این چه خیل می شود گل؟ چه خیل می شود؟ جاسوسی جستجو کرده امون همین بوده است. یلدز بوده است. کلیج برای یافتن تو او رو با بین ما وارد کرده است. خطا کردم بگو. تو حق هستی بگو. او خواهری توست بگو. حسرتت خواهر یگانه‌ات بگو. با من یگان چیز بگو گل. یگان چیز بگو آخر. عذر میخوام فرهاد. کاش که خطا میکردم. اما نیست. وای بیاز نیست. در کجایی خواهر؟ در کجایی؟ گریخته است فرهاد. با نزدیک کلیج برای خبر دادن می رود. مرا ببخشید. التماس مرا ببخشید. با تشویق استاد خلیل تا قدر امکان جمع کردیم خواهرم. خواستیم که از محله پایان قفا نمانیم. خدا از شما راضی باشد. برای یافتن این پول شما بسیار زحمت کشیدید. خونی دل و عرق جبین ریختید. خداوند از همه‌تان هزاران بار راضی باشد. خدا از شما راضی باشد. این طور باشد رفته با اون مدیر صحبت کنیم ها؟ خوب تشکر زیاد. ایاز همه چیز رو از نو سر میکنیم، یعنی از صفر شروع میکنیم. بله جانان بله، همه‌اش را از نو سر میکنیم. با شهرداری مراجعت کردیم. جناب حسن باشد شرطنامه رو امضا میکند. در رخ شد. بسیار خوب. در آخر همه چیز خوب میشود.
بسیار خرسند هستم آیس. марҳамат хонумҷоном, акнун ҷои мизатонро интихоб кунед. میزی تو رو در اونجا جایگیر میکنیم. میزی من رو باشد در اینجا. беязро бошад дар ин тараф мешинонем. мехоҳам ки барои беяздои мегон коре кунам. шояд ҳамин тавр дарди гузаштаашро фаромӯш кунад. میشود این خیلی هم میشود. من بعد هیچگاه جدا نمیشود. иншоаллоҳ ҷонон, беяз ҳам омад. акнун ҳамаш хубтар мешавад. аз паи кор мешавем. امیدوارم که دیر نمیکنی. اکی فرهادم، اکی فرهاد. فرهاد بسیار غمگین هستم. با فکرم از دستم نمی آید. اگر به من خیانت کنی دان که با همین دستانم تو را بوغی کردم میکشم. فهمیدی؟ تو را با دستان خودم نابود میکنم، میکشم. خاموشانه همراه من بیا. گذر. من تو کیستی؟ خواهر زیباترینم یا اینکه اعضای این بینای افلاس هستی؟ در حقیقت تو کیستی؟ من اصلا میدونم تو بیاز نیستی. نمیفهمم که برای چی به من این کار رو روا دیدی. چرا روز اول با کلیش نگفتی؟ مگر این برای کلیش برای قاتل ارزنده است؟ من تو رو خواهر گفتم لعنتی. دردم رو گفتم، دلم رو کشودم. تو را با درد پدر و مادرم درمان دانستم. ذره وجدانت عذابت نداد؟ چه خیلی این کارو کردی؟ چه خیلی؟ میدونی خیریت که خواهرم بیاز نیستی. اگر خواهرم بیاز می بودی در دلت ترس خدا و مرحمت میشد. مرحمت. تو این خیل آدم نیستی و با مردن ارزنده ای. خواهرکم
شاید این پول بسیار نباشد، ولی مدیر مکتب میفهمد که ما جدییم. با تو تشکر زیاد. همش با شرافتی تو سواش. چه ها میگویی؟ سواش پولم رو دزدید. سواش کمک کن. سواش کمک کن. ایست! تو از کی میگریزی؟ ایست! گوش کن، این جوزدان رو با من ده. هوا بده. آن پول ها از آن ما نیست. کمک پولی است. میلش با پلیس خبر نمیدهیم. از اینجا زود رو. کنه نزدیک شو. آنجا مدار میگیرم. سواش التماس منو رود. سواش جوزدان رو بده. نزدیک شوی تو رو زخمی میکنم. سواش التماس منو رود. یعنی با یلدیز شناس شده نه؟ این چی حال است؟ چی شد؟ یا یگان در داری؟ ها؟ یا که اینها تو را نوشاگیر گفته درست معامله کرده؟ ها یگید؟ نه جناب، همش خوب است. اکنون به من بگو، آن فرهاد سگ کی بوده است؟ گفته بوده که شما او را میشناسید. بگو که دلش را بکنم. بیا سرت رو بریده بعد از تدیم. سواش منو رود آخه. چه رود؟ آخرین پول های کودکان است. آسر من به تو نشان میدیم. یاری دهید. کسی هست یاری دهید. سواش خون؟ درد میکنن؟ نه. اکنون به من بگو، فرهاد سگ که به گروه ما داخل شده است کی است؟ برای قصاص گرفتن شناسنامه‌اش را عوض کرده به ژیتم داخل شده است. نزدیکترین شخص شما شده است. سالها درباره شما معلومات جمع کرده است. مقصدش شما و ژیتم را از بین بردن بوده است. ای دختر، به من کی بودنش را بگو. کیست؟ پدر؟ ها آمده پسرم؟ آخر از خانه نرفتم. خوب هستید پدر؟ نمیدانم، شاید خوب باشم. چی شد پدر؟ یگان مشکلی است؟ تو هم برای دانستن حق داری پسرم. احوال عموما خوب نیست. قرض تا به گلو رسیده است. در دست ذره پولی نقد نیست. خواستم سهمیه های شرکت را فروشم، اما ناچیز است. کسی برای خریدن نزدیک نمی شود. هرچی در اختیار داشتیم تمام شد.
چی شد؟ یگان راهی حل ندارد؟ چه خیلی که فهمی محو شدیم پسرم. امروز یا پگاه باز مالهایمان را مصادره میکنم. چی؟ مصادره؟ فرهاد از همه شخصی نزدیک شماست. کیست؟ فرهاد اصلا پولاد امیر است. تو چی میگویی؟ نه، فولاد بودنش ناممکن است. همه بوده میتواند لیکن نه فولاد. باوری داری؟ راستش را بگو. باوری کامل دارم جناب. هر شب درباره شما گپ میزد. حتی گفت که در جیتم کار میکرده است. شما با او یک سپارش داده اید. یک سیاستمدار را باید میکشته است، همین طور؟ درست. باوری دارم که فرهاد محض پولاد است. شخصی که میجوید اوست. یعنی از این برمی آید که ما در آغوش خود مار کلان کرده ایم. لعنتی، اگر من کلیش دهن باشم خیانتی او به جزا نمیماند. او جزایش را میبیند. جناب، خبرها بدند. ظفر، از این بدتر باز چه خبری بوده میتواند؟ بگو. تونجای و آدمانش این سحر در خانه افق دمیر آق کشته شدند. عائله افق دمیر گم شده است. در یگان جا نیفتند. این همه کاری فرهاد است. اکنون بس است. ظفر، زود به فرهاد زنگ زن. فرهاد؟ هر چیزی که باشد، فولاد یا فرهاد هر دو یکی نیستن مگر؟ وظیفه ها عوض شدن گفته. و اینجا جغ زن. یکان چیز را معلوم نکن. بگو که به تو سپارشی هست. یا یلدیز. فرهاد، فولاد، و به ناموس خافیه را نیز رعایت کرده است. و اکنون وقتی جدا شوی آمده است. فرهاد، اکنون چیکار میکنی؟ تو چند مردی نعوده برا بودی هلدون؟ انسان در یک عمر چی خیل 2 مراتبه مفلس می شود؟ از نعوده برای تو چیزی که در دست داشته باشم از دست می رود. تنها من گناهکار هستم. همه‌اش رو به من بکن. از من چقدر پول گرفتی؟ گردنبند، دستپانه، گردنبندی کردت برای کودک 10 ساله تسمه میشد. با جای خرج کردن جمع میکردی چی میشد؟ بس کن هلدون، بس کن. 2 تنگه داده اکنون مینت میکنی؟ گوش کن، با این خانه اگر باری دیگر برای خب کنید. این کاری من است. دل یکدیگر را نشکنید. من این را حل میکنم. اویلم را هرچی زودتر از مشکلی خلاص میکنم. این کاری من است. یکان کار پیدا میکنم. کار؟ پسرم، تو رو پدری خودت به کار قبول نکرد. دیگر کس تو رو به کار قبول میکند. پسری بی عقلم. مادر جان، از 5-6 جای به کار دعوت کردم. تو این وقت یگان تاش را قبول نکردم. اما برای اویلم خودم را فدا کرده قبول میکنم. برای آنکه انسان برای اویلش
به همه فداکاری باید تا بارد. همین خیلی نیست؟ سخت درد میکند. نه، روی مال تو را که بستم دردش زود گذشت. تو دیوانه ای. اگر به تو چیزی میشد چی؟ برای 3 تنگه این میارزد؟ پول ناچیز گفته تو آینده کودک ها است. برای آنها جانم را دریغ نمیدارم. آخر به تو وعده دادم. اگر با من یگان چیز میشد غمگین میشدی. غمگین میشوم. البته غمگین میشوم. نه فقط من، همه دوست داشتر. یعنی شناست باشد باز بیشتر غمگین میشوی. حمید امروز کار را به آخر میرساند. همه کارش را بسیار خوب میداند. میخواهم که کار را با یک مهارت به هم تا به آخر رسانید. کار را اجرا کرده زود دور میشویم. الو پولاد، من ظفر. چی کاری که داشته باشی یک سو گذاشته زود به اینجا بیا. حاضر عملیات را شروع میکنیم. رفتن نمیتوانم. پولاد، وظیفه ها عوض شد. باید زود به اینجا بیایی. جناب ظفر، فکر میکنی من احمق هستم؟ چی بودنی عوض کردنی وظیفه را میدانم. نشان گرفته شده است. با قماندان کلیج بگو که این کار امروز به آخر میرسد. نه آخر، این خیل نه. این خیل نیست. قماندان کلیج به تو وظیفه نو میدهد. تو زود بیا. باور نمیکنم جناب ظفر. سالهاست تو خطاگی مرا انتظار بودی، اما آن روز این روز نیست. با قماندان بگو هنگام تمام شدنی کارم برای صحبت می آیم. پولاد ایست. این کار بسیار دور و دراز شد. از این میبراید که قماندان کلیج عصبی شده است. تا سری حمید را به پیششان نگذارم با آنها به تماس نمیبرایم. فهمیدید؟ فرما قماندان. خیر ظفر، آن سگ می آید؟ ها؟ قماندان، با فکرم در کرده است. نمی آید. لعنتی، آخر ما از پی او شده تا دومش نزدیک شدیم. از چی می تواند شبه کنه؟ ها؟ خیر تو چی؟ فاش شدی؟ آخر وای کی بودنت را نمی داند. فهمو. گوش کن ظفر، وای آدم را کاری کرده به نزد من میبیارید. فهمیدید؟ 2 نفری به تمام منطقه پهن شوید. با مخبران در تماس شوید. و کجایی که رفته باشد روی خط دسترس نمایید. عکسش را به پلیس ها فرستید. کاری کنید به جای رفته نتواند. ذره بی احتیاطی نکنید. را به من بیارید. فهمیدید؟ اطاعت جناب. تو به این طرف بیا. گذر. چرا این کارو کردی؟ برای چی نامی مرا با کلیج نگفتی؟ برای آنکه به آن آدمانی که نقل کردن مانند نیستید. کلیج به من بدخویی و خطرناک بودنتان را نقل کرده بود. اما وقتی که من به اویله شما وارد شدم فهمیدم که شما آدمانی خطرناک نیستید. در اول تنها وظیفه‌ام را اجرا می‌کردم، اما با گذشت زمان فهمیدم که تقدیر من و شما یک خیل است.
من هم به پدر و مادر به وایه رسیدم. چی بودنی محبت گرم اویلا رو هیچگاه نفهمیدم. آن محبت رو در بین شما احساس کردم. حتی لحظه خواستم که بیعزی حقیقی باشم. سخت پشیمانم. پشیمان بوده است. این گپایت رو یک سو گذار. بس از خود رو اینقدر ساده نشان دادن، با عذر پرسیدن گذشته رو برگردانده میتوانی؟ مگر اینقدر آسان است؟ آیا میدونی که حیات هممون رو در خطر گذاشتی؟ فرهاد، ایاز، جانان، اماگی سراغ، جناب تحسین، چرا آن وقت این رو نگفتی؟ گفته های جانان را دسترس کردی؟ خواطر نشوید خانم، در راه است، کمی پس میرسد. میدونی بشیر، ایاز جوانی خوب است. معلوم است که دخترم رو دوست می‌دارد. اقلان هنگامی با من یگان چیز شدن بی خواطر میروم. شما چی میگویید خانم؟ خدا نگه دارد. خواهش آخرینم دخترم رو با لباس عروسی دیدن است. ایاز، زمین و خودت رو نه، بلکه دیوار رو باید رنگ کنی. رنگ رو اسراف میکنی. خدایا توبه، همه جایت پوری رنگ است و باز مرا نصیحت میکنی. ها، درست. این ماشین چرا آمده باشد؟ نمیدونم. اینجا است اکا جان؟ یگان مشکلی است؟ ماشینتان رو اینجا گذاشته اید؟ بله، سراغ درست است. و خانم جانان میز و کرسی آورده. چه خیلی میز و کرسی؟ میز و کرسی های آفیس. و اما کی فرستاد؟ نام عجایب نوشته شده است. اچلی. بده ببینم. از برای خدا خواستم که نقل کنم، لیکن از عهده‌اش نبرآمدم. بیعت بودن بسیار خوب بود. آخر آن وقت من خود را فراموش کردم. بعد آن حادثه ها شد. من برای نقل کردن دیر کردم. با سخنانت باور نمیکنم. یلدز، تو ما را دانسته به آتش بردی، لیکن من تو را خواهرم گفتم. این طور باشد من چرا تو را به کلیج نگفتم؟ اگر میگفتم تو من و کلیج را زنده نمیموندی. لحظه فکر نکرده شما را میکشتم. شاید برعکس، کلیج تو را در اینجا میکشت. اما اینها برای من اهمیتی ندارد، برای آن که من چی خطا و چی درست بودنش را میدونم. به من باور کنید، التماس به من باور کنید. تیار شوید، زود میرویم. رفتیم. یلدز، تو ایستا. این سپارش قماندان کلیج است. سلام قماندان. اینجا از جناب کلیج. گویا که به جنگ میرفته باشید. این چی شتاب است؟ چیزی چندان مهم نیست قماندان، تنها یک عملیات خرد است. مواد مخدر یا سوءقصد به سیاستمدار است؟ یا اینکه تو بگو که من به حیرت بمانم.
این چی کاری افلاس است که من از این بیخبرم؟ میتوانید به من فهمانید؟ نفهمیدم قماندان. خبرهای بد بسیار آمد رفیق کلیچ. گویا که این اتفاق بغیر از وظیفه‌اش باز به دیگر کارها مشغول باشد. تهمت از بیرون آدمانی هستند که موفقیت‌های ما را دیدن نمیتوانند. ما را سیاه میکنند. تهمت است. حالا میبینیم. پس از تفتیشات خود همه چیز عیان خواهد شد. حالا برای چیزی گفتن بر وقت است. ظفر، این تنها یک قسمش است. باقی مانده اش را پرداخت میکنیم. فکر میکنم که پول را دیده چقدر جدی بودن امان را باور میکنید. همین قدر است. این پولی که من خواهش کردم 5% شب نمی شود. گوش کنید، اگر باقی مانده پول را پرداخت کردن نتوانید، این پول را نیز گرفتن نمی توانید. خاطر نشوید، باقی مانده پول را میاریم. پول داده‌مان را خوبتر شمارید. از پرداخت کرده‌مان با خبر باشید که 1 درم هم بسیار پرداخت نخواهیم کرد. برخیز بیاز میرویم. فهمو، اگر پول رو در حقیقت یافته نتوانیم چیکار میکنیم سواش؟ نمیدانم بیاز. من هم نمیدانم. زود رویت رو ترش مکن. من میدانم کی به ما کمک کرده میتواند. کی؟ بیا. بخشش بیا رفتیم. بیا. طریق در اینجا تو چیکار داری؟ آپا، این چی گپ؟ مگر تو رنگ و بور چی شدی؟ نه، دیواری آبی سامان رو رم کردم. بیا اینجا درو. بیا درو. بیگانه ای نیست. خوب، یک روی کردی، می درایم. بیا. اوه، خوب. اینجا پیشتر قهوه خانه بود؟ خدایا توبه، ایرکه مادرش. من اینها را میگذارم، شما صحبت کنید. اپا و دادر. خیر، چه خیل شده است؟ معقول شد؟ خوب است. مکان خورد به اینم شرکت های کلان دلگیر کننده است. در اینجا وقت خوش میگذرد. هوای قهوه خانه هم وجود دارد. کاش که منم در چنین جای کار میکردم. این خیلی باشد بیا با ما کار کن. با خدا جانان، من دیگه نقشه دارم. میدونی که از یک چند جای برای کار تکلیف کردن. حالا نمیدونم این جای برای من خورد یا دلگیر کننده است. فهمو، این خیلی باشد خودت میدونی. اما اگر با من بر این شخص احتیاج داشته باشید البته قبول میکنم. برای آنکه اویله از همه چیز مهمتر است. من بعد نمیدونم برای شما خود را فدا میکنم یا چیکار میکنم. میبینیم. یعنی روزی هستی که همراه ما کار کنی؟ همین خیل. با یک شرط راضی میشم. چه خیل شرط؟ این تکلیف را با من عیاز بکند. با درون چشمانم نگاه کرده به تو برای این شخص احتیاج دارم گوید. وگرنه من با اون ترش سیمو زیر یک بان کار نخواهم کرد. مایلش من حال میکنم. از من خبر انتظار شو. خوراک است؟ نیست. ارتش ترک شرف ملت ترک است. به ناموسی که به ناموسمان نقصان بیارد و شرفمان را پس کند از همه جزای سخت‌ترین داده می شود. مگر ترس داری قماندان کلیچ؟ فکرت پریشان است؟ نه قماندان، مایان به ملت و ارتش وطن با دل و جان خدمت میکنیم. برای همین رویمان سرخ است. ترس نداریم، خاطر نشوید. میبینیم کلیچ، میبینیم. اگر لازم آید تا سحر تفتیشات را دوام میدیم. اگر در حقیقت سفید باشی این یک تفتیش عادی است. ولی مبادا اگر سفید نباشی میدانی چی کارها میشود. البته چطوری که خواهید جناب.
سفارش‌ها بیکار شدند. به آدمانمان خبر ده. بیکار شدند. رو. با فکری تو هنگام این تفتیش شد نقصانی کلیچ رو میفهمیده باشند؟ ناممکن است. این کلیچ است. سالها در بر گشته ایزش رو نشانه داد. این به غیر از صرف کردن وقت دیگر چیزی نیست. حالا هدفش ما هستیم. پولاد رو باید پیش از کلیچ ما پیدا کنیم. پولاد از یگان چیز خبر ندارد. او حالا حمید دمیر را جستجو میکند. بله درست است. هم جناب حمید رو نجات میدهیم و هم پولاد رو نیست میکنیم. رفتیم نباید وقت رو بیهوده گذرونیم. خوشوای چی؟ او رو چی کار میکنیم؟ همین طور با او کارمون با آخر رسید. حالا سر نشده است. شاید مرا یگون چیز نگفته باشد، اما آن دختر چی سیری دارد گل. دلم میگوید که با او باور نکن. مرحمت. تو هم مانندی پدرت با عزم هستی جوان. التماس پدرم رو دیده مرا به او مانند نکنید. متاسفانه انسان اویلش رو خودش انتخاب کرده نمیتواند. ما با شرافت سوش پول رو نجات دادیم، اما کی صراف او جانش رو در خطر گذاشت، زخم برداشت. جوانی جسور است بگو. اما این پول ها برای به دست آوردن مکتب نمی رسد. از عهده کار نمی برایم. برای همین به اینجا آمدیم. شاید به ما یگان راه را نشان می دهید ها؟ ایلتل نگو دخترم. راه را تنها خدا نشان می دهد یا پنهان می کند. اگر خدا برای شما راه گشاده باشد و من در این راه راهبری کرده توانم، بسیار خرسند می شوم. اگر دلت آن را برای همت تیار کرده باشید، درد را احساس نموده و مردم روی می آرید. دلی که معما را بیند نرم خواهد شد. پس آن این را با زبان خوب چخیل شدنش لازم باشد به مردم میفهمانید. آدمان باید بدانند که برای چی به این راه می روند. با مهربانی عصبی نشده به آنها میفهمانید. یعنی در بدر گشته گدایی میکنیم؟ پول گدایی کرده پول نیست. تنها مقصد آن است که آدمان را به نیکی شریک گردانید. شما برای این سبب شده راه میکشایید. به نیکی راهبری کردن مهم است. اگر بگویی گوش میکنند، نشان دی باور میکنند. اگر بکنی همراهی تو بکردن شروع میکنند. راهی پر مشقت است اما همانقدر شوق‌آور است. اگر بخار راضی باشی 100 برگ را به دست میاری. فهمو. لیکن یک به این قدر انسان چه خیل دردمانو میفهمونیم. باز ما این قدر وقت نداریم. 1 دقیقه. دردمون رو گویا به یک کس میفهمونده باشیم اما به همه میفهمونیم. یعنی شبیاری رو تشکیل میکنیم. همینطور کوشش میکنیم که آدمان آینده اشان رو ببینن. یعنی آینده کودکان رو. اگر خواهی نفست را کلان کنی، قنات همتت را گشا. زیرا که هنگام پریدن به قنات اعتبار می‌دهد. همینطور قنات شکسته را شما ملهم میکنید. خدا از شما راضی باشد امکی صراف.
ака чӣ хел будам аз удааш баромадам. эй ахмақ, худро бисёр ҷалб кунондӣ. қариб буд ки маро мекуштӣ. ту гуфтӣ ки ҳақиқӣ балин шавад. ман барои ҳамин чунин хаб кун, хаб. гир пулатро гиру зуд аз инҷо дафт шав. шуд, раҳмат. айази бадбахт, дида натавонисти ки ман дар чашми хоҳарат қаҳрамон шудам. ҳол хеле кам мондааст, хеле кам. чӣ? боз чиҳо мехоҳӣ ҷонон? беҳтараш мо корро оғоз накарда бас кунем. ӯ моро дар 2 рӯз муфлис мекунад. боз доимо аз ман камбудӣ меҷӯяд. ин хел намешавад. охир ту ба ин аҳамият надеҳ. модараш ӯро чунин кардааст. дилаш нарм буда, кӯдаквор аст, кӯдаквор. боз чизе ки набошад ӯ додари ман аст. медонам ӯ додарат аст. уф. хуб, модоме ки ту кафил шавӣ. албатта кафил мешавам. илтимос. хуб, биёяд кор кунад. худоё, чаро рӯят турш аст? хуб, биёяд кор кунад ҷонон. боз чӣ кор кунам? медонӣ, боз як чизи дигар. чӣ? чизи охирин. аз тариқ илтимос мекунӣ ки бо ман кор кунад. худоё, сафсата нагӯ. ман медонистам ки рад намекунӣ. ташаккури зиёд. ташаккур. аммо ҷонон, ман бояд равам. ба як кас бояд ташаккур гӯям. то боздид. охир ҷонон, ман розӣ нашудам. тариқ дар ин офис охир намешавад. در آن عالم هم خدا تو را همیشه در تبسم نگه دارد پسرم. котибаи ҳамид ҳам баромадааст. дар бараш касе нест. рафтем зуд огоҳ кунем ки пулод наояд. не гул, агар ҳозир огоҳ кунем пулодро аз даст медиҳем. на ҳамид ва на худро наҷот дода метавонем. интизор мешавем. пулод бо пойҳои худ меояд. кай бо аяз оиди йилдиз гап мезанӣ? намедонам гул. аз ин муаммоҳо халос шавем, рӯ ба рӯ суҳбат мекунам. назар ба ман барои ӯ душвортар аст. ҳангоми фаҳмиданаш мехоҳам ки дар бараш бошам. магар бори дигар гум кардани хоҳар осон аст? алё аяз, зафар, باوری داری که از درون این حجت ها یگان چیزی غیر قانونی نمیبراید. این شخص ما را به سر دار میبرد. خواطر نشوید جناب. تا با بایگانی آمدنی آنها ما همه حجت را از در قفا گرفتیم. این جناب اکرم به تو گویم به دیگرانش مانند نیست. تمام بیروکرات های دولت به سخنان او اطاعت میکنند. شعاری را یافته است که ترکیه تازه از ارتش تازه میگذرد. قسم میخورم همه آن را خانه سلات میکند. جناب، با آرخچی خبر دهیم. شاید او یگان کار کند. ظفر، گپی احمقانه نزن. آرخچی در چنین حالت نمیخواهد که هدف اینها شود.
فهمیدی؟ به این هم نیتی وی به دست آوردن آدمان بزرگ دولت است. بعد چهره که خواهد اسب تازی میکند، یکی را تعیین میکند دیگری را خارج میکند، یکی را تعیین میکند دیگری را خارج میکند، شاید تعیین میکند، اما اول من این فرهاد سگ را باید از بین ببرم. حالا یگان خبر هست یا اینکه یافته نتوانستند؟ با سبب تفتیشات آدمان بسیار من را وظیفه دار کرده نتوانستم. یگیت، گل و دو گروه دیگر است. زودتر یگید سری فرهاد را به من بیار. ака дар куҷоед? ба хона омадам, касе нест. ягон мушкилӣ аст? не, чӣ хел мушкиле? ман беязро ба чиз фиристодам, ба Истанбул. тинҷи аст ака, чӣ гап шуд? модар фотима хавотир мешавад, гуфта хост ба хабаргирии ӯ равад. ҳангоми рафтан чизҳоямро низ гирифта меоям гуфт. ман бошам ба рафтанаш розӣ шудам. хавотир нашав аяз. додарам, ман ҳоло кори бисёр дорам. ба ту баъдтар занг мезанам, фаҳмидӣ? хуб ака, баъд суҳбат мекунем. эҳтиёт шавед. туро чунон пора пора мекунам ки пораҳоят ро ба бари писарат гур карда наметавонанд. туро нобуд мекунам. зуд фарҳод меравад, зуд. фулод дар ҳамин ҷост. бӯи беномусро ҳис мекунам. эҳтиёт шав гул. як хатои оддӣ нобудамон мекунад. агар хоҳед барои мусодира накардан роҳе ҳаст. дар ҳақиқат роҳе ҳаст ҷаноби адвокат. бале, агар ҳиссаҳоро ба номи хонуми пек гузаронед, мусодира намекунанд. чӣ? ҳиссаҳоро ба номи ман ҳеҷ гоҳ намешавад. тамоми он қарзҳоро ба ман бор мекунед? фиреб карда наметавонед. худо нигаҳ дорад. боз маро дастгир карда ҳабс накунанд ки шарманда шавам. намехоҳам. он кардаатонро худатон рафта ислоҳ кунед. ман намехоҳам. даматро гир, хаб кун, лақ накун, ин одамро бифаҳмам. чораи дигар нест ҷаноби адвокат? мутаассифона нест, танҳо ҳамин аст. ипек, илтимос гӯш кун, ин хел накун. ман бо ту ин қадар сол дар як болиш сар гузоштам. дар як болиш сар мегузоштем, аммо бори аз даҳонат гапи хуш шунидам. ҳангоми оиладор шудан дар рӯзи нек ва бад ҳамроҳ мемонем гуфта қасам нахӯрдем. бубин ҳоло рӯзи бад аст. гӯш кун ҳалдунҷон, он духтари ягона ҷонон рад накарда бо сабаш оиладор мешуд. тамоми ин муаммоҳо ба сарамон намеомад. ин занак боз ҷонон гуфта? бале, гуфтам. ҷононро ба як су гузоро, ҳа ё негӯ. майлаш, ман худамро барои ту фидо мекунам ҳалдун. ин некиамро ҳаргиз тамоми умр фаромӯш накун. бин, он духтара ҷонон туро тарк карда рафт, аммо ман дар бари ту истодам, фаҳмидӣ? қабул мекунам. маро бисёр хурсанд кардед. пас аз ин қадар некиятон боз намедонам ки чӣ хел ба шумо ташаккур гӯям. ман ҳар рӯз дар назди шумо бештар қарздор мешавам. инсон вақте ки ба наздиконаш ёрӣ диҳад, ёриаш ҳамчун қарз ба ҳисоб намеравад. ёрӣ гирад ҳам ҳамин хел аст. аз ин бармеояд ки ба ту наздик шуда натавонистам. ин хел нагӯед. шумо ба ман аз оилаам ҳам бисёртар некӣ кардаед. лекин ман номи ҳақиқии шуморо намедонам. симоятонро низ надидам. аммо дар ҳар мушкилиам ҳиссиёте ҳаст ки маро ба ин ҷо меорад. гармӣ ба наздикиро эҳсос мекунам. ман нисбати шумо меҳре дорам. ман бори ҳам модарамро надидам. аммо ҳар гоҳе ки ба ин ҷо оям, муҳаббати модар ва гармии модарро ҳис мекунам. ташаккур ба шумо. ташаккури зиёд ба шумо.
مرحمت. خیر، ستاره جتیم چه حال دارد؟ کمی به خود آمدی؟ آرام شدی؟ بسیار خوبم جناب. چنان خوب هستم که برای سپارش دوم آماده هستم. اگر اجازه دهید به خانم گل و راهبری دیاری دهم. نمی شود. برای چی نمی شود؟ برای آن که فاش شدی. اگر پولاد تو را ببیند در جای دیدهش تو را نیست می کند. خیلی نه، تو با من در کاری. اما جناب شاید یکان فایده هم رسد. نمی شود گفتم. گوش کن، از عهده این کار گل و یگید می برایند. فهمیدی؟ برو. ماشینی در قفا بوده ما رو تعقیب میکند گل. پولاد است میگویی؟ نمیدونم، اما تو آماده باش. چیزی میشود حس میکنم. هدف به طرف شما می آید. جایهایتان را اشغال کنید. ایتاعت جناب. هدف با منزل در اومد. امر شما رو انتظاره. تیرباران کنید. راه را بستند فرهاد. زودتر باش فرهاد. چه گپ است؟ سخت دار گل. با پیش جناب حمید میگذارم. یاری فرستید. زودتر یاری فرستید. که حمله کرد؟ اینها کیستند؟ جناب حمید رو محافظت کن. خوب شده است. خیر، تا حال یگان خبری نیست ظفر؟ حالا نیست. اگر یگان چیز میشد یگیت زنگ میزد. امنیت چی؟ خبردار کردیم. انقره کلان است. چقدر پلیس لازم؟ انقره کلان است. اینطور باشد ما میلیون نفر پلیس پیدا میکنیم. الا ممدو، به تو یک سپارش است برادر. گوش کن، حاضر من به تو یک رسم را میفرستم. پگاه تو با سرلوحه قاتل اشدی در جستجو است خبر نشر میکنی. بسیار خوب. در زیرش باشد شهروندان را برای خبر دادنشان تأکید کن. کسی بیند خبر دهد. بسیار خوب. جناب حمید خم شوید. شما در کجایید؟ پرانه داخل.
حسنات تیرش تمام شد گل. یگیت؟ این یگیت است. از من چی میخواهید؟ در اینجا چی کار دارید؟ خلاص این خیل میگوییم. چی میگوییم؟ طریق لبای جانم. خدایا چه خیل میشده باشد. با ما کار میکنی طریق جان؟ اکنون ایاز جان، تو خود میدونی من آدمی بیکار نیستم. شاید اپا هم گفته باشد با من تکلیف بسیار کردند. اگر با دیگر تکلیف ها نزدیک باشد خیر فکر میکنم. البته با ممنونیت. خواهشتان چیست؟ برای فایده شما با ماشین خود به شرکت می آیم، اما بنزین را شما می ریزید. در یک هفته از ساعت 9 تا 6 کار کردن برای من خاص نیست. چرا؟ برای آنکه من آدمی با مهارت هستم. در یک هفته درست کار میکنم. اینم باشد 2 ساعت. اینچنین وقتی آمدن به خواهش من وابسته است. اگر اینجا از معاش گپ زنیم، شما این جای را نوک شده اید. مبارک شود. از بس که شما بیگانه نیستید، نظر به دیگر شرکت ها کمتر طلب میکنم. معاش من 30,000 لیره شود. البته خودی جناب طریق بزرگ آمدند، پیشنهادی ما را قبول کردند. 30,000 معاش خودش چیست؟ بله جانم. اما من به تو تکلیفی بهتری دارم. چی بود است؟ غیر از یک شنبه هفته 6 روز آمده کار میکنی. غیر از معاش، سخورته و خوراک دیگر یگان چیز نمیدیم. معقول باشد همین، معقول نباشد انا در. من تو را از دیگر شرکت ها محروم نسازم. بهترش تو به آنجا رو. مایلش راضی هستم، اما یک شرط دارم. چی شرط؟ در میز نامم را نویسم می شود؟ می شود. ایاز خوراک است؟ خدایا توبه. خانم بک این چه احوال است؟ خودم مخصوص کردم. اگر یگان که صورت گرفته می شود مرا نشناسند. کاغذهای هلدون برای امضا تیار است؟ حجت ها تیار است. پول کجاست؟ برای آوردن آن پول گردن بندی کلانم را فروختم. کارت را با صفت اعلی اجرا کن. اکنون میبینیم. حالا میبینیم جناب هلدون، من دانو هستم یا تو؟ شما را یک مدت در اینجا نگاه می‌داریم جناب حمید. جایتون را به کسی نگوید، فهمیدید؟ خیر شما کیستید؟ چرا مرا نجات دادید؟ ما دوست هستیم، خواطر نشوید. میخواهم که دور و دراز فهمونم اما وقت نداریم. خیر آن آدمان چی؟ کیا بودند؟ چرا خواستند که مرا کشند؟ از برای خدا یگان چیز بگو. شما را جدی تعقیب میکند. مقصدشان شما را نیست کردن است. مدتی دراز میشود که شما را تعقیب میکنند. مدتی دراز یعنی پسرم با صدمه دوچار نشده است. پسرم را نیز آنها کشتند. پسرم همدرد. خدا صبر دهد. هر اشک ریخته‌تان به نزد خداوند قبول می‌گردد و از بالای آن ظالمان طوفان شده می‌بارد. بیهوده نگفتند که آهی مظلوم را نگیرید که آهسته آهسته جزایتان را می‌گیرید. صبر کنید. دیروز جیغ زدن، نرفتم. چی نیرنگ بودنش را فهمیده بودم. از کجا دانم حیوان؟ کارا رسوا کردم. مرا میکشند.
اکا روزنامه میخرید؟ گم شو فیسینگ. اکا اقلا یک تا خرید؟ 10 شب گفتم. جمیل تاکوسکی زن و فرزندش را کشته است در همه جای جستجوی می شود. کسی که بیند به نزدیکترین قرارگاه پلیس از این برمیآید که مرا از دل برآوردند. بلا زند شما را. دقت. بله جناب قماندان، چقدر که شما نیز تفتیش کردید این همه جز تهمت چیزی دیگری نیست. ما انسان‌هایی هستیم که از آغوش این ملت برآمده ایم و مانند دیگران از آسمان نفر آمده ایم. البته در این زمان چون این چیزها مقرری است، ما تهمت و هر گونه هرزه را به دل نمیگیریم. داناگی را یک سو گذار. قفا گشته به این بنا نگاه کن. ما این قرارگاه را جای پیامبر می‌داریم. تو قماندان شو که به او لایق باشی، نه بر ضد خلق بلکه در بر خلق باشی. اطاعت قماندان. ظفر بفرمایید قماندان. چقدر که مشکلی را رفع کردیم اکنون میتوانیم از پس کاری اساسی امان شویم. از پولاد یگان خبری هست؟ 1 ساعت پیشتر طریق تلفنش مکانش را انیق کردیم، اما ماشینش را ترک کرده است. به فکرم فهمید است که ما او را میجوییم. تو چی ها میگویی؟ البته میفهمد، برای آنکه این آدم را من تعلیم دادم. باز جناب دسته هایمان در جستجو است. با پلیس هم همکاری داریم. هنگام فهمیدنشان زود زنگ میزنند. برای فرار نکردنش فرودگاه، لیمانها و سرحدها را آگاه کردیم. ظفر اینها همه رسمیت است، فهمیدی ظفر؟ با مخبران کار کنید، شاید یگان چیز را میفهمید یا یگان چیز را به دست میاریم، آنگاه کارمان آسان میشود. اطاعت قماندان. چلاق! چلاق! فولاد فورا باید به یونان روم. راه کی را نداری؟ مسخره نکن، وگرنه دست دیگرت را خودم میبرم. کسی نشنود و کسی نداند. آرام شو، این کاری ما نیست. از افریقا و افغانستان آدمان بسیار هستند. تو را به بین آنها گذاشته به جزیره های یونان گسل میکنیم. از بالا کی را به غضب آوردی؟ کلیچه به ناموس را. کلیچ رو؟ مرا از دل برآورده است، جگرم را میکند. مرا به این کار آلوده نکن. این طور باشد به این آلوده شو. میلش این شام یک کشتی هم میرود. پس از 2 ساعت در نزد فابریکه چوبک با میخوریم. تو رو از آنجا میگیرم. اگر نیرنگ کنی؟ نمیکنم. من جانم را دوست میدارم. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var.
آفرین به شما، بسیار خوب خواندید بچه ها. یلز جان تشکر، بسیار خوب شد. این تا باشد تو این شام همین رو میگویی. ازگی جان تو باشی قراتای رو میگویی، فهمیدی؟ من باشم موشکای هوایی رو سر میدهم، همه میگریزند. اکای سواش. بله ازگی جان منم. چه خیلی خوبی؟ کودکا چه خیلی خوب هستن؟ ما خوبیم. خوش آمدی سواش. خوش باش. من و کودکان برای شبیاری تیاری میبینیم. تو در دست چی داری؟ ورق رو تیار کردم. در بدر رفته همه رو دعوت میکنیم. من هم همراهی شما بیایم. بیا ازگی، البته بیا، اما اول من تو رو خندونم. اپای بیاز میبینی که باز خنده میکند. آخر تو خنده نمیکردی. ازگی چی شد؟ خنده کن. تو در خانه آنها نبودی؟ من وای راست میگوید. تو در کجا ایستادی؟ همراهی آنها نبودی؟ نمیدونم. دوی ما در خانه ایاز ایستادیم. همراه زندگی میکنند؟ نه، یعنی به این هم زود نمی آمد. درا. قماندان، شخصی میخواهد که شما رو ببیند. که؟ من قماندان چولاق. بخیر است چولاق؟ برای دادن دست دویم آمدی ها؟ نه قماندان، چیزی دیگر. برای سپردن پولاد آمدم. زنگ زن. این ویران است. یگان کس دیده است؟ نه. زفر زنگ زد. فرهاد پولاد را از آنها پیشتر باید پیدا کنیم. این رو میدونم. یلگیز رفته همه چیز رو نقل میکند. میدونم شخصیتم فوش میشود. این رو هم میدونم. و من چیزی بگو که ندونم. گل بخشش گل. کمی عصبی هستم. مهم نیست، تو رو میفهمم. وای لعنتی در کجاست؟ نقل کن. حالا در کجا بودنش رو نمیدونم، اما پس از 1 ساعت به فابریکای چوبک میآید قماندان. برای چی؟ از من خواهش کرد که به خارجه گریزانم. من باشم برای از دست ندادن دست دویمم به نزد شما آمدم. آفرین، با عقلی کرده ای. دیدی زفر، فرهاد در دستمان است. آدمان را جمع کن، میرویم. خدایا توبه، همه چیز فوش می شود. الو، تو کیستی؟ گپ زن آخه. من یلدز. برای چی با من زنگ زدی؟ با کدام روی زنگ میزنی ها؟ تلفن را خاموش کن. خاموش کن، باری دیگر زنگ نزن. جای پولاد را میدونم. تو چی ها میگویی؟ چی سفسطه میخونی؟ یا اینکه این هم یکی از بازی هایت است؟ نه، قسم میخورم. کمی پیشتر خبر آمد. شخصی که او را به خارجه میگریزاند خبر داد. کلیش قماندان میرود. پس بگو پولا در کجاست؟ در چوبک، در میدان فابریکه ها انتظار میشود. الو، قسم میخورم مجبور هستید که به من باور کنید. پیش از کلیج روید وگرنه همه چیز فوش میشود. من طرفدار شما هستم. یلدز ها؟ چی میگوید؟ مکان پولاد را خبر داد. با جیتیم خبر آمده است. با آنجا میرویم. نمیدونم گل. نمیدونم که به این دختر باری دیگر چخیل باور کنیم.
агар ин ҳам дом бошад чӣ? магар ягон чораи дигар дорем фарҳод? агар дом бошад ақлан бо сари баланд ва виҷдони пок бимирем. майлаш ин тавр бошад меравем. ҳарчи бодо бод. худо ёрамон бод. جناب گپ زن یلدیز. میخواهم که من هم روم. اجازه دهید من هم روم. نمی شود. تو را در خطر نمیگذارم. اما جناب شما بسیاریه. من به این تجربه احتیاج دارم. میلش بیا، اما سلاح نمیدهم. با خبر باش، از دوری ایستاده تنها تماشا میکنی، فهمیدی؟ میلش گوش کنید. وقتی که پولاد را دستگیر کردید زود نکشید، فهمیدید؟ چون که اتفاق آنها برای من بسیار مهم است، فهمیدید؟ فهمیدیم کماندو. رفتیم. چلاق نوبکار، اگر با من یگان نیرنگ کنی چی شد؟ برای چی استودی؟ پولاد با آسانی تومه نمیشود. پس از اینجا به ماشین میرویم. رفتیم گل. کجا شدی؟ کجا؟ گل پنهان شو. تو از این طرف رو. من از قفا میروم. او را به خود جلب میسازم. همین طور با مانند کب او را شکار میکنیم. این بسیار خطرناک. هرچی گویم همان را کن. بسیار تند شده است. چی کار میکنی؟ این از آن من است. چی کار کنم؟ بسیار تند شده است. با مانند بمبای اتمی است. مای یک چیز رو پرسم. اکاهایم هست گفته بودی با ریوانه خوردی؟ نه، در آبانی کودکیمان هم دیگر رو گم کردیم و دیگر آنها رو یافته نتوانستم. غمگین شدم. کی میداند چگونه انسان هستند؟ آنها بسیار خوب، مرد و بسیار جسور می باشند. عیناً مانندی تو. با مانند من چی کار کردم؟ باز چی کار میکنی سواش؟ تو دیروز برای این کودکا جانت رو دریغ نداشتی. سلامت باش. دویما سیمای تو این خیل خندان باشد برای تو جانم را میدهم. باز یک سوالی دیگر پرسم. می شود سوالات رو ده، ولی از ریاضی سوال نده. من حل معادله رو نمیدونم. نه، معادله بسیار آسان است. مایلش با من اویله دار میشم.
دیگه است. مرا دستگیر میکنید حیوانها. гул беномусро кушта натавонистӣ. ماشین یگیت است. شاید راه یافته باشد. آوازی تیر از این طرف می آید. پهن شوید. تمام فابریکه رو احاطه کنید. کسی نگریزد. فهمیدید؟ زودتر باشید. زودتر باشید. قفا را نیست ببینید. زودتر باشید. تو در اینجا انتظار شو. رفتیم ظفر. هر دو شما به این طرف. شما باشید به آن طرف روید. عکسی صدای سلاح است. اینها در کجایند ظفر؟ در کجایند؟ حرکت نکن وگرنه سرش را شکاف میکنم. سلاحایتان را پرتایید. هر دو سلاحایتان را پرتایید. پرتایید. آهسته. وای وای وای. فرهاد تو هستی ها؟ نه تو خطا میکنی. دمت را گیر. من گرنگ نیستم. میخواستید که مرا بدان گرفتار کنید ها؟ بخیلی چی دروغ ها گفتید؟ خیانتتان را به سر من بار کردید ها؟ تو یک قسم میده خیانت هستی پولاد. بغیر از خاطر کودک دیگر یگان چیز نیستی. کاری آخرانم تو میشوی. فرهاد. فرهاد. بله فرهاد. این نام را به دلت جای کن. من بسیار کوه ها را شکاف کردم. از تو برای شخصی ناچیز میترسم مگر حیوان؟ بیا شاهم بیا. بیا فرهاد را بگیر. تو بر این کوهی بزرگ را شکاف نکرده بگیر. سلاحات را پایان کن. پایان کن لعنتی. Doblado en Olimbusan, México.
La venganza.